بگو. بابا عباس نستونده بخور. işte نستونده. عباسه. آره. بیا اینجا بده. بله بابا. میگو تو چه نرفتی خود افرون نرودی؟ میگم بابا یعنی بعد از این کار چی کسب گرفتین شما؟ چرا کسم گدیه؟ من نمیارم بخو بابا نه تو چی؟ میگو تو خانه از بیتاری رو خانه بالاتر ششتی گله به زیاد داره بکنه بابا تصور خود دلچینی خیلی بکشه این تلفاق اما تاب بگرد اما چی تی بگردونه میگو از صبح تا شون بیکاری پاک کنه میگو من یک چیز بگو میگو مطمئن که دیگه تصور خود کشنگ نکنی بابا سه کنی میگو بیکاری پاک خودتونو مطمئن که دیگه تصور خود کشنگ نکنی کی خط کشا کرده بابا ایشه که تاشون خودی در چی نیگن گولم رو ماچی تو مطمئن میندازی تاشون که خود خیلی بدی داری نورگی بدی داری کو خط کشا کنه پس پاک میکنم چی خیلی چرا دیدی بخونه بودی اینا چی بکنه بابا اینا راد از کس بلده نگیره صبح تا شون کمال خوبش کستونه اینا رو پاک میکنه تو خیلی از نوی گیلک بیتری که تاشون جی شیشته بود زبون پاک میکنه تو اینجا بخور گلبازی و خیلی بدی کنی بابا به دندون خوب پاک کنی راحت‌تر میشی که پاک و خوبه بخی برو خوبی یارک بخی تا اینکه کلی بیاره نمیارم بابا اینو به خدا بله شما هم بدین حالا گبزه ندرد از این کار چی آخه جمع کن بخی چه کار؟ این خود جواب میدگی نه این تربیشی ماه کم تربیش نزیزن رو میگی پاک کنه بخون من بخی برو خوبی کلی بیاره بخی اول میگیره میگه بیا برای که تصویر خط کشا کنه ببینیم خب میبینی رو چی نکنه انسان میره مچید میره چه سیکه گفتم بخی برو خوب استو بیار بخی بخی برو یک کلی بخوری بخی من نمیدونم بخی دیگه اما پیش مگه خراب شه اما چی برای بدن میکنه تو عبیبی بخی برو یک مکبر اگر 2 کیلو در بیاره بخی دلچین اینا ننده به این دیگه دیگه اینا رو همه بالا چیز پاک کرده هم این دیدی عباس رو بابا سه کشته خیلی جمع کشم خواه سه کاری یه گله بازی دلچینی همین تا زودی برو جراب گلت بیار برو دگه کو که جرب گلای تا خونه بزیر بالش قایم کردن نبینه خوبه هیچ کی نبینه بده زرفنان پولار نداد مرتکه نه کو عباس عباس مشهور خونه نیه برکن بجای مرتکه میگه زرفنان میگه نیم سیر کم آمده او تو تویش دادم بیا عقلی بدی نیم سیر کم آمده نیم سیر هم چیزیه
میگه نه اینا 6,000 6,500 میشه. چرا شما کم آوردین؟ ما گفتم بیبی مسکین ما چیشایی نمیبینه تو حق بیبی مر بخوری. مگرم سر تو از سر دلچینی نیه بیا تو بیا. گفتم سر تو مگرم از سر دلچینی کلتاتیه. حق بیبی می بخوری. گو برو برات کار کو برو. اینا هم داد به دستمه. پولا ندار یک ریپیا ندار. بیا که بریم با مزار ماما دلبر جو اندر مزار سخی حسای مزار اندر مزار سخی حسای مزار بیا که بریم با مزار هرچی میگم بگار به تسران نریزیم بیبی نمیبینه جارو کنه یک سر میاره عباس غیر گلبزی غیر نوریگر سکینا هم خط کرده اگر یاری مرا دیدی بگوشه بگو کالای نه و خور بپوشه بگو کالای نه و خور بپوشه یا که بریم به مزار اخی آشغالا رو بردارم بابای چه کار میکنی شما من را خوش دارم اینجا خوش کرده این؟ آشغالا رو جاره میکردم آشغالا رو جاره کردم میگن تیکوی کنم زن رو بکنین دیگه او چرا برمیدنی؟ بابا همین عباس با فهمانی چیکار کرد عباسه؟ شما نگاه کنین این سنگار از این دیگه نک سمیت کردیم یک تکه که گفتیم این باغچه خراب نشه خب بگرفت بابا میگیره اینجا سنگار جمع میکنه سکن چیک خط خطک کرده خط خطیشی کرده میگیره اینجا نورگک بازی میکنه گله بازی میکنه خنگ میکشه خب عباس خود شرکان گاهی وقتی اینجا چیز گله میکنه بازی و خنگ بازی دلچینی به چی ندونی رو هم بچت میگردونه بگرفت تاثیر کلا خراب کرده سکن شما چیکار کرده خب اون خود گپ میزنی شما نگفتین که اینا بو گفتم برای که کارا خو نکنه خط کشی نکنیم بو گفتم که خط کشی نکنه ولی که با کده واسه که با چند تا چپات رو کار داریم سیاست بابا بله با چه کار شد؟ چه کار شد؟ ایچی همه مرتب همه هر نه که تو گپ میبینی ناس هم بید فقط دل رو تکار میبینی که میگه خدا چه کار شد با؟ بابا من رفتم پیش اون مرتکک پولا ما نمیده پولا بیبیر نمیده کدوم مرتکک پولا بیبیر؟ ظرفون میگه که زعفران های پاک کرده این؟ چرا نمیده؟ بچه میگه نیم سیر کم آمده ما گفتم نیم سیر هم چیزیه میری یک من پیاز میخری 2 کیلو مرتکک یلا میده 2 کیلو سنگین میکشی میگه نیم سیر میگه ظرفون هم کم آمده اشتباه کرده که نیم سیر کم آمده همون در وقت پاک کرده که کم نامده همین روز آخری که خلاص همین روز آخری بود کم آمده نمیته اونو بریم شما من میرم ما خودی گپ میزنم کجا میریم بابا؟ میرم که خودی گپ زنو پولا خود بستونی و میسونم پولا 6,500 شده از چنده؟ 6,500 6,500 خوبه یک ریپیا میگه نمیدم من اشتباه میکنی که پانی دوست که دنیا زاق گرفته هر کس حق آدم بخوره
به در واکو. وعلیکم. میگم موجیگا. شما چرا پولون زعفرون رو نمیدیم برای خوب گردون؟ چه فیلم؟ پولون زعفرون که پاک کردین. شیشینی مزیری پیه. برو تو میگه نیم سیر کم اومده. چی کم اومده؟ همه پول شما این دفعه که پاک کردین نیم سیر از اینا کم اومده. کوکو جو خود من اونا رو پاک کردم. به بالا سر اینا سود بیرون پیار خوب بگردم اینا از چی کم می اومده؟ خو اینا که پاک کردیم اینا هر دن که اینا رو یک کار دیگر نیم سیر دیگر هم پیدا کردیم ببریم بیایم پولا خورم از تو هم یک دقیقه برو خود صدا کلا که من خود برو تو گپ زنو. باشه تا عجب والا خود به پاک کردم اومده کردم بیاوردم بدن برای شما تعبیر کردم با گپ مفتم میزنی که نیم سیر کم اومده. میگون لالا چه شما این پولون زعفرون آوردن میدم برو؟ خب چرا شما زعفرون رو کم آوردیم نیم سیر؟ میگون مدت تقریبا یک ماه شما زعفرون پاک میگن تو حالی کم نموده این پیریشته کم اومده پیار خوب بگم آدم خان هیچ پیری کم نمیامد من گپ به شما قبول دارم همین دفعه گیلک بیاورده زعفرون نیم سیر کم اومده نیم سیر زعفرون 5 6 هزار روپیه پول میشه اگه قرار باشه 30 40 نفر اینجا همسایه ها هر پیش ما زعفرون میبرم اگه قرار باشه که هر کدوم نیم سیر کم بیاره خب ما خونه خور به کجا ببرم خاطر شیشینی مزاری پیمون خاطر این گپ نی آخه ما از گپ چیه پس کوکو گپ چیه اینجا بیوزنا میاد زعفرون میبره مردم همسایه همه میان زعفرون میبرن همین حساب و کتاب اینا هر چی که میبرن پاک میکنن برون لیست اینجا اسمای اینو ثبت کرده اوتنی شما از این مردم بیاین پرسان کنیم اگه می یک ذره گفته باشم به کسی که تو زعفرون خود پره وردی کم آوردی شما هر دفعه شما هم پره میاریم این دفعه نمیفهم که لگ به چی شما کم ساده تریه همینو نصف من پاک کردم نصف بیبی من پاک کرده خب شاید بیبی شما نبینه چی شاید کار نکنه می زعفرونا گلای بیاریم الده ببینیم از اول شروع کنیم اونا گم نشده من می رو تو میگم برو خدا کاکا جو تا زعفرونا نیم سیر زعفرون خلاصر بگم 6000 6500 پولی میشه تا پول تا زعفرونا نیم سیر نه یک قران پول نیه من میرم بازم میگردم بیار اگه من حقتون میدم چش من میرم سعی میکنم تا زعفرون برو بخیر بریم